سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. آقا توی این ویدیو قراره بهتون یه ایده خفن یوتیوبی معرفی بکنم که نیاز به هیچ چی نداره. ببینید، تنها چیزی که شما میخواین گوشی توی دستتونه، یه لیوان یا یه بطری یا همچین چیزیه و یه چیزی که حالا اسمشو نمیدونم، اسمشو یادم رفته، میرم جلوتر واسهتون توضیح میدم. خیلی خب، قبل از اینکه بریم سراغ معرفی ایده جدیدمون، لطف کنید اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنید، کانال رو حتما سابسکرایب کنید تا به محض اینکه ویدیو جدیدی منتشر کردم سریعا ازش مطلع بشین و بتونین ویدیوشو ببینید. ایده ای که قراره توی این ویدیو معرفی کنم بهتون، ایده شخصی یه نفره. یعنی تنها کانال پیشرفته ای که توی این ایده وجود داره همین یه دونه کاناله. بقیه کانالا اومدن از روی این استارت بزنن ولی همشون تازه شروع کردن. یعنی کل یوتیوب رو بگردیم 5-6 تا کانال تو این موضوع نیستش. اگه یادتون باشه ما خیلی وقت پیش اومده بودیم یه ایده‌ای بهتون معرفی کرده بودیم که طرف میومد توی بطریای نوشابه رو مثلا آب میریخت، نمیدونم رنگ میریخت و اینا، بعد از پله هول میداد پایین. اینم یه همچین چیزیه ولی نیاز به مثلا شکوندن چیزی نداره. توی این ایده چه اتفاقی میفته؟ ببینید، این دونه ها رو من یادم نیست اسمش چیه، مثل دونه های تسبیح هستا یا روی لباس و نمیدونم وسایل زینتی وصل میکنن، اسم اینا رو یادم نیست چیه. خلاصه کار یارو چیه؟ ببینید، کار این کانال اینه که میاد این دونه ها رو میریزه توی بطری، بعد بطری رو برمیگردونه، این دونه ها خالی میشن. وقتی دارن خالی میشن از اینا فیلم برداری میکنه. حالا اگه ببینید این فیلم برداری رو برعکس کرده. ببینید خودش هم نوشته ریورس. دقت بکنید، بذارید من ویدیوشو باز بکنم. دقت بکنید دوستان، این از ریختنشون فیلم برداری کرده، بعد اومده ویدیو رو برعکس کرده، ریورسشون کرده و همون فیلم رو منتشر کرده توی یوتیوب. یا این یکی ویدیوشو نگاه کنید، توی این ویدیو هم دقیقا همون اتفاق افتاده. همه ویدیوهاش به همین سبکه، نیازی هم به صدا و تصویر خودش وجود نداره دیگه. یه ویدیو خلاقانه یه که خودش داره میسازه و خودش فیلم برداری میکنه. خیلی خب، بیایم کانال این یارو رو چک بکنیم. ببینید شما اگه بیاین توی یوتیوب سرچ بکنین این موضوع، فقط ویدیوهای این شخص رو میبینین. حالا کانال های دیگه ای هم هستن که دارن فعالیت میکنن ولی بازدیدشون اندازه این کانال نیستش. مثلا طرف تازه 100 تا 200 تا سابسکرایب داره. مثلا این ویدیوشو نگاه کنید، 73 میلیون بازدید خورده، این ویدیو 6 میلیون بازدید خورده. خیلی خب، بیایم کانالش رو چک بکنیم. ببینید اسم کانالش کینگ آف اسلکره. اینا رو میگم دقیقا ببینید، این دونه ها اسمشو یادم نیستش. قشنگ توی مغازه های خرازی میفروشن لوازم دوخت و دوز و اینا. خیلی راحت میتونین از هر رنگش مثلا یه بسته بخرین. بسته 15-20 هزار تومن هم فکر نکنم بیشتر باشه. یه 5 تا بسته بخرین، 5 تا رنگ، و شروع کنیم باش ویدیو رو ساختن. خیلی خب، ببینید تا الان 608 تا ویدیو شورت منتشر کرده و 173 هزار تا سابسکرایب گرفته. من اومدم خواستم توی این سایت چک بکنم کانالشو. توی این سایت چون کانالش هم خیلی قدیمی نیست نمیتونه پیدا بکنه. این سایت کانالای خیلی جدید رو نمیتونه پیدا کنه. سایت سوشال بلید هم که مفت نمیارزه دیگه، درآمدهای ویدیو شورت و ویدیو لانگ رو با هم حساب میکنه، جدا از هم حساب نمیکنه، پس به درد نمیخوره. ببینید اگه بیایم ویدیوهاشو نگاه کنیم، مثلا 2 هفته پیش ویدیو لانگ منتشر کرده 9000 تا بازدید، 3 ماه پیش 183 هزار تا بازدید. قبل اون دیگه بازدیداش کم بوده. ببینید از این ویدیو به بعد بازدیدای ویدیو لانگش افزایش پیدا کرده ولی قبل اون بازدیداش خیلی کمتر بوده. حالا با این کار نداریم، این یارو هم اینهاشا. ببینید اینه، اول اومد 1-2 تا ویدیو چرت و پرت گذاشتید جواب نمیده، بعد اومد این ایده رو استارت زد که ایده خیلی خوبی هم بود و مخصوصا تو حوزه ویدیو شورت. ببینید اگه وارد بخش ویدیو شورت بشیم میبینیم که همه ویدیوهاش داره بازدیدای خوبی میگیره. روزی چند تا شما میتونین از این ویدیوها بسازین؟ باور کنید انقدر آسونه کارش، روزی 20 تا 30 تا ویدیو شورت میتونین بسازین شما. خیلی خب، بیایم محبوب ترین ویدیوهاشو توی این حوزه نگاه کنیم. ببینید محبوب ترین ویدیو 73 میلیون بازدید،
9.7 میلیون بازدید، 6 میلیون بازدید، 1.7 میلیون بازدید. یه نکته ای رو بهتون بگم، شاید باور نکنین ولی دقیقا این کانال همین ماه وایرال شد. پس اگه شما الان استارت بزنین احتمال زیاد بتونین بازدیدهای خوبی بگیرین، چون ایده داره ترند میشه. خیلی خب بیایم بازدیدهای یک ماه گذشتهش رو نگاه کنیم. ببینید این کانال کلا یه ویدیو شورت داشت دیگه، 73 میلیون بازدید خورده بود دیگه، بقیهش همشون 9 میلیون 8 میلیون اینا. دقیقا ببینید این وایرال شدنه توی همین یک ماه گذشته اتفاق افتاده و 100 میلیون بازدید توی یک ماه گذشته این کانال تونسته بگیره. 100 میلیون بازدید ویدیو شورت حساب کنین تقریبا میشه $5000. $5000 این کانال توی این یک ماه درآمد داشته که درآمد خیلی خوبیه. حالا ویدیو لانگش رو حساب نمی‌کنم چون ویدیو لانگ اصلا بازدید خیلی بالایی نداشته که بگم آقا مثلا درآمدش فلان قد بوده. شاید $100 از ویدیو لانگ درآمد داشته ولی از طریق ویدیو شورت $5000 درآمد داشته. خیلی خوب دوستان، دیگه چیزی نمونده که بخوام راجع به این ایده توضیح بدم. هزینه خیلی پایینی داره. واسه ریورس کردن ویدیوتون هم میتونین از نرم افزار اینشات استفاده کنین توی گوشیتون. همون ویدیویی که ضبط کردین رو ببرین توی اینشات، ریورسش بکنین و خیلی راحت ویدیوتون رو تحویل بگیرین و آپلود بکنین. خیلی خوب دوستان، دیگه صحبتی باقی نمونده. ممنون که تا اینجا با ما بودین. فقط لایک و سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه تا از ایده های بعدی هم جا نمونین. فعلا روزتون خوش، خدا نگهدار.